اگر جام جهانی 1978 چون که تو آرژانتین اتفاق میافتاد، تو برزیل اتفاق میافتاد، چی میشد؟ جام جهانی 1978 آرژانتین به عنوان یکی از سیاسی‌ترین جام‌های جهانی تاریخ مطرح میشه. اون حکومت ویدلا بود، اون اتفاقاتی که افتاد. تو با همین سوال رفتی سراغ قطر. اون موقع خیلی بحث بود که ایران هم شاید میزبانی بگیره، اگر یادتون باشه میگفتن کیش و محیطش رو فراهم کنیم اقامت کنن. شدنی بود؟ نه واقعا. ما دو تا تورنمنت به شدت سیاسی رو پشت سر گذاشتیم. یعنی تورنمنت اول به دلایل اتفاقاتی که 1401 تو ایران داشت میافتاد و تورنمنت دوم به خاطر اینکه بازی اولمون با فلسطین بود و فلسطین از 7 اکتبر اومده بود. فضای سکوها توی جام جهانی بسیار فضای ملتهبی بود، چون یه گروهی دوست داشتن ایران ببره، یه گروهی دوست نداشتن ایران ببره. خیلی شاید اصلا فرصت این یا فضای این نبود که با هوادار رقیب درگیر بشیم. بیشتر با هوادارهای خودمون چالش‌هایی رو داشتن که خب تجربه تلخی بود. یعنی فارغ از اینکه ما کدوم سمت قضیه وایسادیم و کدوم نگاه سیاسی رو داریم، اینکه ایرانی با ایرانی داره الان جلوی خارجی‌ها شاید مثلا درگیر میشه، اتفاق قشنگی هم نبود.